سلام دوستان، به کانال سرنخ‌های مخفی خوش اومدین. من پروانم و امروز میخوام در مورد مس باستان باهاتون صحبت کنم، ولی نه همون موضوع همیشگی که اهرام مس در مورد اهرام مس میشنوین، بلکه در مورد موضوعات جدیدی میخوام بهتون بگم. ولی فعلا توی این ویدیو فقط 10 تاشو بهتون میگم، 10 تا از چیزای حیرت انگیزی که در مورد مس باستان کشف شده و قطعا براتون جالب خواهد بود. در مس باستان برای حیوانات احترام خیلی خاصی رو قائل بودن و مومیایی کردن حیوانات رو معتقد بودن که مومیایی کردن حیوانات به آنها امکان مهاجرت به جهان پس از مرگ رو میده. بنابراین حیواناتی مثل گربه ها، سگ ها و شاهین ها و حیوانات های مقدس دیگر رو بعد از مرگشون به شکل مومیایی در می آوردن و در معابد و مقابر اونا رو به خاک می سپردن در واقع. و یکی از حیوانایی که توی مس باستان براش خیلی 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 زیاد ارزش قائل بودن گربه ها بودن که خدای آمونشون هم به شکل گربه در واقع تشبیه کردن و گربه ها رو خیلی خیلی مقدس میدونستن برای خودشون و براش ارزش خاصی قائل بودن. دومین چیزی که وجود داره که منو خیلی حیرت زده کرد بازی شطرنج بوده که اون زمان شطرنج یعنی اوقات فراغت خودشون رو با شطرنج بازی کردن پر میکردن و این شطرنج بازی کردن یه سری از ابزاراشون در دست باستانشناسا هست، اما اینکه چجوری بازی میکردن، قواعد خاص خودشون چه شکلی بوده برای بازی شطرنج و خیلی اطلاعات خیلی خیلی محدودی رو دارن. شکل‌های شطرنجشون به شکل حیواناتی بودن مثل شیر، خرس، گاو و اسب. یکی از چیزهای دیگه‌ای که عجیب هست کلاگیس بود. در واقع کلاگیس اون زمان یعنی زمان مس باستان برای آقایون درست می شده و پوشش آقایون محسوب می شده و خانوم ها هم از اون استفاده می کردن، ولی توی مراسم تاجگذاری و مراسم های مهم این شکلی می تونستن از اون استفاده کنن، ولی عمده استفاده کلاگیس برای آقایون بود که از جنس پنبه و کتان بود و با یه بندی از پایین چونهشون میبستن و میذاشتن روی سرشون. در مس باستان آرایش کردن یه جزء مهمی از فرهنگ و زندگی روزمرهشون محسوب می شده. مثلا آرایش چشم، مردم مس باستان به آرایش چشم علاقه خاصی داشتن و از رنگ‌های سیاه و سبز برای آرایش چشم استفاده می‌کردن که اینا از گردونه‌های زغالی، خاک کربنی یا آرد توپاز استفاده می‌شده و خطوطی سیاه روی پلکاشون می‌کشیدن، خواص محافظتی و زیبایی نسبت میدادن. آرایش لب بین آقایون و خانوما بوده و از رنگ‌های قرمز و صورتی استفاده می‌کردن برای لباشون که از جنس شمع عسل یا رنگ‌دونه‌های گیاهی و گاهی اوقات هم از مواد معدنی برای ساخت رژ لبشون استفاده می‌کردن. یکی دیگه‌ش هم آرایش صورت بوده که از پودر صورت برای لطافت صورت بسیار معمول بوده و که جنس این پودر صورت از گچ یا آرد آرزویی یه ماده سفیدی بوده که حالا اون موقع اون گیاهه وجود داشته و آقایون و هم خانوما از اون استفاده میکردن و نقاط تیره و معیوب پوستشون رو در واقع با اون پوشش میدادن. حتی توی مراسم های مذهبیشون هم به طور ویژه‌ای خدایانشون آرایش میکردن، هم آرایش چشم و هم رژ لب و هم واسه پوستشون. پایداری غذا یه جزء مهمی از روزمرگی مس باستان بوده و با توجه به اینکه نیل و سیستم آبیاری پیچیده‌ای که داشتن تونستن که یه سیستمی رو برپا کنن که در واقع
سیستم پایداری برای تامین غذا رو توسعه بدن که میشه از جمله به موارد کشاورزی و ذخیره و شکار و ماهیگیری و ذخیره سازی در مقابل طاعون در واقع اشاره کرد که توی کشاورزیشون به خاطر سیستم آبیاری نیل کانال ها و سد هایی که وجود داشتن باعث میشد که اونا به طور مداوم بتونن کشاورزی کنن و محصولاتی مثل گندم، جو، جوانه های ذره، سبزیجات و خرما و محصولات زراعی دیگه رو تولید کنن. ذخیره سازی غذا مصریان باستان برای ذخیره سازی غذا از روش‌های مختلفی استفاده می‌کردن که میشه به تخمیر کردن، در واقع خشک کردن یا تهویه مناسب و استفاده از خشک‌کن‌های طبیعی اشاره کرد که باعث می‌شدن توی فصل‌های مختلف در واقع غذاها رو خشک می‌کردن و توی فصل‌های دیگه از اون استفاده می‌کردن. یکی دیگرشون هم که شکار و ماهیگیری بود که در کنار کشاورزی شکار و ماهیگیری هم میکردن برای تامین غذاشون به خاطر نهر نیل و دریاچه هایی که به اونا فرصت شکار حیوانات آبزی رو در واقع میداده این کار رو انجام میدادن. ذخیره سازی در مقابل طاعون توی مصر باستان اوباش و طاعون‌ها به طور مکرر به مصر حمله میکردن و تو این شرایط مصریان برای تامین غذا زمانهای سختی رو در واقع سپری میکردن و غذاهاشون رو جاهای مخفی قایم میکردن که از اونا محافظت کنن تا گشته نمونن. سیر و پیاز دو محصول غذایی مهمی بودن که از سیر به عنوان یک ماده غذایی پرخاصیت و سرشار از ارزش غذایی یاد می‌کردن و حتی به عنوان دارو از اون استفاده می‌کردن. در واقع در طب سنتی مصر باستان از اون به عنوان یه دارو استفاده می‌شده و پیاز رو هم یک منبع غنی از ویتامین‌ها و مواد معدنی و فیبر می‌دونستن. حتی سیر و پیاز رو به عنوان نمادهایی از حیات و بازتولید در معتقداتشون و آیین‌های مذهبی مصر باستان هم مورد استفاده قرار میدادن. بر مثال پیاز به عنوان نمادی از بازتولید و تجدید نظر در مراسم جنایت و همچنین مراسم تدفین و مجالس مراسمی استفاده می شده. به طور کلی سیر و پیاز دو تا مواد غذایی و دارویی در واقع شناخته می شده توی فرهنگ مصر باستان. حتی بیماری‌های مختلفی رو از طریق سیر درمان کردن. بیماری‌هایی مثل عفونت‌ها سیر به عنوان یک ضد عفونی کننده طبیعی شناخته می‌شد که از عفونت‌های ریوی، گلو، دستگاه‌های گوارش و ادراری برای درمان اینا از اون استفاده می‌شده. یا مثلا سیر رو به عنوان ضد التهاب معرفی می‌کردن که برای درمان برخی از بیماری‌های تنفسی مثل سرفه، سرماخوردگی و عفونت‌های بینی و حلق از اون استفاده می‌شده. یکی دیگه از مواردش مشکلات گوارشی بود. سیر به عنوان یه ماده آنتی باکتریال استفاده می‌شده و برای درمان مشکلات معده، روده و عوارض گوارشی مانند کولیت استفاده می‌شده. بیماری‌های قلبی سیر به عنوان یک ماده ضد التهابی و ضد اکسیدان معروف بود. بنابراین برای درمان برخی از بیماری‌های قلبی مثل فشار خون بالا، اختلالات قلبی از سیر استفاده می‌شد. آفات پوستی سیر رو به عنوان یک ماده ضد قارچ و ضد باکتری می‌شناختن. بنابراین برای درمان‌های بیماری‌های پوستی مانند عفونت‌ها، جوش‌ها، کک‌های پوستی از سیر استفاده می‌کردن. روغن غلات زمان مصر باستان از روغن‌های غلات استفاده می‌کردن مثل روغن گندم برای پخت غذا، نان، شیرینی، روغن جو برای تهیه سس‌ها استفاده می‌کردن، روغن چغنده رو برای غذا، حتی ریشه چغندر رو یعنی روغن ریشه چغندر استخراج می شده
برای درمان برخی از بیماری ها و این غلات در واقع برای اونا خیلی با ارزش بوده و اهمیت زیادی داشت. اینکه زمان مصر باستان در واقع روغن غلات چطوری گرفته می شده، به روش سنتی در واقع این روغن ها استخراج می شدن. یکی از روشاشون این بود که استخراج روغن با استفاده از فشار بوده که تو این روش اول دونه ها یا غلات رو خشک می‌کردن تا رطوبتشون کمتر بشه، بعد اونا رو می‌کوبیدن با سنگ یا چوب، حالا هر چی، و اونا رو خرد می‌کردن. بعد با چرخ‌های چوبی اونا رو غلت می‌دادن و روغنشون رو جدا می‌کردن. روش دیگه هم که وجود داشت استخراج روغن با استفاده از هلال‌ها. توی این روش غلات رو خرد می‌کردن با هلال‌هایی مثل آب یا روغن‌های دیگه مخلوط می‌کردن، بعد اونا رو به گرمی می‌آوردن تا اجزای چربی در غلات حل بشه و روغنشون جدا بشه. همچنین هم برخی موارد دیگه هم ممکنه وجود داشته بوده باشه در واقع، و یا مثلا از حرارت یا از نور خورشید از اینا استفاده می‌کردن برای اینکه بتونن در واقع روغن غلات رو بگیرن. یکی دیگه از چیزایی که آدمو به حیرت میاره از زمان مصر باستان در واقع نوآوری هایی هست که توی زمینه پزشکی داشتن. حتی زمان مصر باستان اونا تخصصهای پزشکی مثل جراحی، طب داخلی، طب اعصاب، طب چشم و حتی طب دندون پزشکی داشتن اون موقع. حالا اینکه چجوری بیماری ها تشخیص میدادن، از علائم، بررسی زبان، نبض و اختصاص دادن بیماری ها مثل به خواص طبیعی مثل خواص گیاهان و حیوانات و غیره بوده که با استفاده از گیاهان دارویی اونا رو درمان میکردن، یا اگه به جراحی نیاز داشته اونا رو جراحی میکرده. و زمان مصر باستان اونا جراحی ترمیمی انجام میدادن، جراح مغز و اعصاب داشتن، جراحی چشم و جراحی استخوان داشتن و به طور کلی سیستم بهداشت عمومی خیلی قوی رو داشتن. یعنی همشون رعایت میکردن، از آب برای شستشو استفاده میکردن، تمیزی شخصیشون رو رعایت میکردن، از عرقیات و روغنهای طبیعی استفاده میکردن برای بهداشت و جلوگیری از بیماریهای مختلف. و اینکه از سیستم‌های آب درمانی متنوعی برای بیماری استفاده می‌کردن و حموم‌های عمومی داشتن که برای تمیز کردن بدن و بهبود عمومی استفاده می‌شده و برای بهداشت دهان و دندان توجه ویژه‌ای داشتن که ترکیباتی مثل نمک و خاک سودانی رو برای تمیز کردن و حفظ بهداشت دهانشون از اون استفاده می‌کردن. حتی زمان مصر باستان از بدل‌های دندون استفاده می شده. یعنی اگه دندونی آسیب میدید و برای اون جایگزین میذاشتن، از بدل‌های دندون مثل عاج هسته‌ای، سنگ‌های قیمتی مثل لاپیس لازولی یا مثلا فلزاتی مثل طلا یا فلزات ارزشمند دیگه‌ای به شکل دندون می‌تراشیدن و با عسل توی دهان ثابت می‌کردن. توی مصر باستان از تتو برای تزیین بدن و نمایش وضعیت اجتماعی، اعتقادهای مذهبی، حتی به منظور درمان هم استفاده می شده. توی آثار هنری که در واقع آثار باستانی از مومیایی ها ضبط کرده، مشاهده شده که مصریان باستان از تتو برای تزیین بدن خودشون استفاده می کردن و طرح‌ها و نمادهای مختلفی هم وجود داشته. نمادهای مثل شکل‌های هندسی، حیوانات، نمادهای مذهبی، نمادهای مربوط به خدایانشون یا الهه‌های مصری. برخی از نمادهای رایج توی تتوهای مصر
شامل آدمک‌های خدایان مانند آنوبیس، هورس، ایزد، شمشیرها، عنکبوت‌ها، خرچنگ‌ها و حیوانات مقدس مثل گربه‌ها و کلاغ‌ها بودند. و حتی وضعیت اجتماعی و فرهنگی اونا رو هم این تتوها نشون میداده که مال کدوم طبقه اجتماعی هستن و چه حرفه‌ای رو دارن انجام میدن و یا از کدوم فرهنگ‌ها دارن پیروی میکنن. در زمان مصر باستان تتو نیز به منظور درمان هم در واقع استفاده می شده. بیماری ها و آسایش درد در واقع استفاده می شده. برخی از تتو به عنوان علامت های تشخیصی بیماری ها و درمان آنها به کار می رفته. مثل چی؟ مثل تتوهایی با الگوهای خاص بر روی بدن قرار داشتن که به عنوان نشانی های درمانی در برابر بیماری های خاص شناخته می شدن. حالا چجوری این تتوها زده می شد؟ از مواد طبیعی استفاده می کردن، مثل مخلوط آب با آرد یا رنگ های گیاهی، مواد معدنی استفاده می کردن و سوزن های کوچیکی که از جنس فلز ساخته شده بود به دقت روی پوست فرو می بردن و با استفاده از این سوزن ها مواد رنگی رو توی لایه های عمیق پوستی در واقع جا می ذاشتن. اینم از 10 تا عجایب مصر که قطعا در موردش کمتر شنیده بودین، یا اگه شنیده بودین و اینقدر اطلاعات کامل و دقیق نداشت. ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودین. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین. ممنون میشم اگه پستامو لایک کنین و با من همراه باشین.